عشقا سلام، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. عزیزان، این ویدیو درباره آنزیم تراپی هستش. خیلی ها سوال داشتن، دوست داشتن بدونن چیه، خیلی ها میترسن انجام بدن. حالا من تو این ویدیو کامل توضیح میدم که آنزیم ها چه کار میکنن. آنزیم ها برای ما لایه برداری انجام میدن، یه لایه برداری عمقی. یا سلول های مرده سطح پوست رو، اون لایه شاخه سطح پوست رو جدا میکنن و پوست رو بالانس میکنن برای ما. حالا برعکس بقیه لایه بردارهای عمیق، لایه برداری های عمقی، آنزیم ها سیف هستن، یعنی آسیبی به پوست نمیزنن. در حینی که داره برامون لایه برداری انجام میده، کارهای متفاوت هم ضمن لایه برداری برای ما انجام میده. اول اینکه کنترل چربی میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک پوستی چربیش زیاد باشه، سطح چربی رو میاره پایین، و اگه یه پوستی سطح چربیش کم باشه، سطح چربی رو میاره بالا و سطح پوست رو بالانس نگه میداره. حالا کار دیگه که انجام میده تحریک سلولی هستش. میاد لایه های مرده، سلول های مرده رو از سطح پوست جدا میکنه، کمک میکنه به پوست تا بتونه خودش رو بازسازی کنه، تحریک سلولی انجام بده و سلول های جدید تولید کنه. و از سومین کاری که انجام میده ضد التهاب هستش. یعنی چی؟ یعنی اگه پوستی خارش داره، ملتهبه، میاد اینو براش کنترل میکنه با آبرسانی که داره انجام میده. آنزیما علاوه بر این که دارن لایه برداری میکنن، مواد معدنی، پروتئین، ویتامین و آب لازم پوست رو به پوست میرسونن. حتی برای پوست‌های چرب این کار رو انجام میدن. حالا ما چه درمان‌هایی میتونیم با آنزیم انجام بدیم؟ درمان لک، درمان منافذ باز. حالا این منافذ باز چه در اثر خشکی ایجاد شده باشه، چه در اثر چرب. درمان منافذ باز انجام میده، درمان جوش، درمان چروک های سطحی، جوانسازی انجام میده. یعنی اگر مایچه شما هنوز نشکسته و اون چروک روی سطح پوستتونه، اونو براتون رفع میکنه و درمان میکنه. و کاری که دیگه که میتونیم باش انجام بدیم درمان جوش هستش. یعنی اگر پوستی جوش داشته باشه، با اون کنترل هایی که انجام میده رو سطح پوست، بالانس نگه داشتن سطح پوست، درمان جوش هم انجام میده. عزیزان، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی درباره آنزیم تراپی دارین، زیر این پست مطرح کنید، بهتون جواب میدم. مرسی که هستین، دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.